سلام دوستان، امروز یه خودروی EF7 بهمون مراجعه کرده با ایراد مصرف سوخت بالا و لرزش توالت در جا و کپ کردن در حال حرکت. با این علائمی که بهمون مراجعه کرده 190 انژکتوراشون کثیف شده یا گرفته است. ما توی این ویدیو میخوایم دونه به دونه با هم دیگه مرور کنیم که ببینیم واسه باز کردن انژکتور و شستشوی اصولی چه کارهایی باید انجام بدیم. پس این ویدیو رو کامل تا آخر ببینید. دوستان، برای باز کردن اصولی ریل سوختمون اول اصلا باید سرباتری رو ما جدا کنیم. سرباتری که ما وقتی جدا میکنیم باید برقش همه قطع بشه. اینو که جدا کردیم میایم و هواکش رو جدا میکنیم. بعد از هواکش میایم و دریچه گاز رو از جاش دیمونتاژ میکنیم. حالا ما اینا رو باز کردیم گذاشتیم که خیلی طولانی نشه. بعد از باز کردن انژکتور میرسیم به پایه‌های نگهدارنده. میایم و شیلنگ سایکلون رو در میاریم و به این صورت میذاریمش. سوکت مپ سنسور رو هم برای راحتی کار از جاش جدا میکنیم. دوستان، بعد اینکه سوکتاش رو جدا کردیم به این صورت ریل سوخت رو جدا میکنیم. به این صورت ریل سوخت رو جدا میکنیم. دوستان، همونطور که ببینید انژکتوراشون خیلی کثیفن و تا الان دست نخوردن. با این وضعیت بنزینامون که همشون هم کثیفن، این حتما داخلشون گرفته، چون انژکتور از یه همچین قسمتایی پاشش میکنه. دوستان، بعد اینکه انژکتورها رو از ریل سوختش جدا کردیم
میاریم و با دستگاه شستشوی انژکتور اول از همه با آلتراسونیک شروع میکنیم. دوستان این اکثرا تستشه، کار اصلی رو همیشه آلتراسونیک انجام میده. همیشه باید موادش خوب باشه و به این صورت که میبینید باید خیلی تمیز باشه. دوستان بعد اینکه شستشوی اولتراسونیک ما تمام شد، میایم و داخل دستگاه اصلی اول شستشوی معکوس میدیم که همه جرمایی که اینجا نرم شده بریزه بیرون. دوستان بعد اینکه با محلول اولتراسونیک شستیم، میایم و تست عقمیش رو چک میکنیم، میبینیم که آیا همه انژکتورامون سالم هستن یا نه. اگه اینا 7 8 یا بالای 13 14 نشون بده، 15 16 باشه، خرابه. الان میبینیم که انژکتورامون اوکی ان، تست عقمیشون. میایم و اولین مرحله شستشوی معکوسمونه. دوستان دلیل این که میایم و انژکتور رو اول از همه معکوس میشوریم به خاطر اینکه اگر جرمی داشته باشه از بالا بیاد پایین. دستگاه اولتراسونیک این جرما رو نرمش میکنه و با معکوس راحت‌تر جرما خارج میشن. دوستان بعد از شستشوی معکوسمون حالا میایم و تست انژکتور رو انجام میدیم.
این دقیقا همون مرحله‌ایه که می‌بینیم آیا انژکتورمون شره میکنه یا نه، یا تست نشی داره یا نه. الان دستگاه داره با فشار 4.5 بار نزدیک 5 بار داره میزنه روش. دوستان همونطور که میبینید پاشش به صورت یک نواخت شده و انژکتورمون به صورت حالا به اصطلاح بارانی داره پاشش میکنه. بعد اینکه انژکتورها رو شستشو دادیم میایم و به همین صورتی که باز می‌کنیم باز کردیم میایم و روی منیفولد منتاجش می‌کنیم. دوستان بعد اینکه انژکتور رو روی منیفولد منتاج کردیم هم متعلقاتی که باز کرده بودیم رو میایم و عیناً منتاجش می‌کنیم. سوکت‌ها رو منتاج می‌کنیم، هر چیزی که باز کردیم از دریچه گاز گرفته تا شیلنگ‌های هوا، شیلنگ‌های کنیستر، همه رو میایم و جاگذاری میکنیم. دوستان اگر از این مدل ویدیو هم خوشتون اومد خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید. اگر سوالی هم داشتید توی کامنت ها بگید، حتما جوابتون رو میدیم.